سلام، من ابوالفضلم و امروز میخوام در مورد مغز مارمولکی صحبت بکنم. مغز ما همون جایی که ما رو خاص میکنه یک جوری دو تا قسمت داره، یه بخش همزاد، یه بخش مقاومت. بخش همزاد اونجاست که ایده های بزرگ شکل میگیره، طرحهای مبتکرانه اونجا یه جورایی شکل میگیره، بخش عشق اونجاست، مهربونی اونجاست، ارتباطات اونجاست. و بخش مقاومت جایی که تمام زمانش رو میگذاره تا بین جهان و اون همزاد فاصله بندازه، که میگه این مقاومت تو بخش مارمولکی مغز ماست. یعنی انگار یه بخشی داره مغز ما که بهش میگه مغز مارمولکی. یک جورایی به شدت این مغز مارمولکی ما گرسنه است، همیشه وحشت زده است، عصبانیه، دنبال غذا و امنیت میگرده و یک جورایی این امنیت هم به خاطر بقاست. یعنی دوست داره یک جورایی همیشه برای حفظ بقا یک جورایی داره میجنگه، ولی اگه لازما باشه تا سرحد مرگ میجنگه، ولی ترجیحش اینه که فرار بکنه. یک جورایی با عصبانی شدن مشکلی نداره و یک جورایی فکر و افکار دیگران به شدت براش مهمه، چون میدونه که جایگاه فرد توی قبیله برای بقا مهمه. بعد میاد یه مثال میزنه، میگه ببین یه سنجاب توی جنگل دنبال مغزهای خوراکی از اینور به اونور میدوه، بعد حواسش هست میره جای خاص قایم میشه که روباهه نبینش، خیلی خوب گوش میده که صدای شکارچی‌ها رو بشنوه، حواسش به بقیه سنجاب‌ها هست. میگه این تمام کاری که یه سنجاب میتونه انجام بده. یک جورایی یک سنجاب فقط بخش مارمولکی داره مغزش و بخش دیگه‌ای نداره، بخش همزادی نداره. بعد میگه مغز مارمولکی برای بقا میجنگه، نه برای موفقیت و زندگی. این دوتا با هم متفاوتن. پس میگه دلیل ترسمون، دلیل اینکه ما هنرمندیم و هنر داریم و ازش استفاده نمی‌کنیم، دلیل اینکه ایده هامون رو اجرا نمی‌کنیم اینه که مقاومت داریم و این مقاومت هم یک جورایی منشأش مغز مارمولکی ماست.